بود بیگم بره جنت. مادر یک چیزی است دوستا. کسایی که مادر داره به لیاز خدا و به لیاز جوانی خودتان غفلت نکنید. به هر مکارگری که میشه، به هر رقمی که میشه کلی جنت از پیش بگیرید، به هر خدمتی که میشه. ما که از پدر و مادر خلاص شدیم 6-7 سال میشه که مادرم رفته به رحمت پروردگار، یکم 10-11 سال میشه با همین رفته. مگم خود صفتی نشوه به پروردگار معلوم باشد. من در طول عمرم یگانه کمالی که کردگیستم فقط مادر و پدرم تا وقت مردنشان که بغل بودیم دیگه من کار خوب نکردم. فقط یک این پدر و مادرم، این خدای پاک مرا در خدمت پدر و مادر جور کرده. دیگه هیچ حرفی که زدم کار خوب کردی. نمازی که ما میخوانیم خدا میداره، پروردگار میفهمه و کارش ناامید نیستیم. میگه بردر آمد بنده بگریخته، آبروی خود با عصیان ریخته. مغفرت دارد امید از لطف تو، زان که خود فرموده ای لا تقنطوا. بحر الطاف تو بی پایان بود، ناامید از رحمتت شیطان بود. ما ناامید نیستیم، ما شیطان نیستیم، ما انسان هستیم. از رحمت پروردگار بسیار امید داریم. با پدر و مادر مزرعت ریولم چیزی با منوی که بدوست میگم محیط بحر رحمت دامنی آلوده میخواهد. گناه ناکرده رفتن در حریم او گناهگاری است. پروردگارم کسی که گناهگار باشه و توبه